تمرین تنفسی، رهام جان، شفا و شکوفایی درون. روز 4، زمزمه ریشه ها. امروز اتصال به نیاکان و خاک رو با ریشه داری و یادآوری حافظه سلولی زمین تمرین می‌کنیم. با تمرین تنفسی نفس در ریشه ها ازت میخوام در وضعیت نشسته روی زمین یا صندلی قرار بگیری. ستون فقراتت صاف باشه و دستات روی زانو یا روی قلبت. تصور کن زیر بدنت خاکه، اما نه فقط خاک طبیعت، بلکه خاک خاطره ها، نیاکان، نسل ها. حالا با هم تنفس عمیق از کف لگن رو تمرین می کنیم. دم از پایین ترین نقطه لگن و تصور کن که نفس از اون قسمت بالا میاد و بازدم از ستون فقراتت به سمت زمین برمیگرده. با هر دم حس کن که از خاک نیرو میگیری و با هر بازدم حس کن نفست درون خاک منتشر میشه و صدای تو میشه، مثل زمزمه‌ای که به نسل‌های قبلت میرسه. حالا با هر دم از لگن در ذهنت بگو من ادامه آنهایم و با هر بازدم با انتشار اون در خاک بگو آنها در من جاری‌اند. دم از لگن، من ادامه آنهایم. بازدم انتشار در خاک، آنها در من جاری‌اند. دم از لگن، من ادامه آنهایم و بازدم انتشار در خاک، آنها در من جاری‌اند. دم با لگن، من ادامه آنهایم و بازدم انتشار در زمین، آنها در من جاری‌اند. دم از لگن، من ادامه آنهایم و بازدم انتشار در زمین، آنها در من جاری‌اند. حالا تجسم کن که ریشه هایی از بدنت به درون زمین میرن و با ریشه های نیاکانت گره میخورن، نه برای وابستگی بلکه برای قدرت و حضور. حالا بدون هیچ تلاشی نفس بکش. اجازه بده بدنت فقط باشه، نرم و روان و جاری. نفس نرم، روان و جاری، مثل درختی که به نسیمی گوش میده و درونت زمزمه کن من ریشه دارم، من شنوا هستم، 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 من
ریشه دارم. من شنوا هستم. حالا ازت میخوام در همین حالت بمونی و ادامه تمرینت رو با انجام مدیتیشن مربوط به این تمرین کامل کنی.